سلام خدمت شما نازنینان، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین. نازنینای گل، امروز میخواهیم بریم به طرف لیسه مریم کابل، چون که نزدیکای عید سعید فطر هست، همچنان سال نو و بیربار لیسه مریم اگه خودتون میفهمید که چی حال داره، گفتیم بیاییم یک دفعه تصویرش بر شما هم داشته باشیم و شما هم ببینین و لذت ببرین از دیدن وطنتان و از دیدن مردمتان. خب دوستان نهایت گرامی، ما دیگه از کشتیختی و کابل یعنی دور میخوریم به طرف لیسه مریم شهر کابل. اینجا می دوستان از اینجا تمام جا بیکار هستن، منتظر وقت افطار هستن که افطار شد و باز مردم بیایه و زردک و چیزا و نای شکر بخورن. دیگه فعلا که هنوز وقت است، نماز دیگر هم فکر نکنم هنوز آذان داده باشه، هنوز آذان نداده دیگه. ببینین میوجات دیگه اول لیسه مریم دوستان عزیز، دیگه میریم داخل لیسه مریم ببینیم که چی هست و چی نیست. البته لیسه مریم فعلا که فرصت از دوستان عزیز در نزدیکای عید یک قسم نمی باشه. اینی را که میبینین موتر دی سرک نمیره و نمی کاملا کغره و میشه، کراچی ها میبره، این را بند میشه مکمل دیگه. هنوز فکر کنم به او خاطر وقت است، به او خاطر هنوز بیربار نداره دیگه. تقریبا یک 12 روز فکر کنم به عید مانده باشه دوستان عزیز دیگه. خریدایشان مردم از امیال شروع میکنن دیگه. ما شما میریم تو پیش میریم میبینیم که چی حال است، یا این طرف که هنوز میوه فروشی و چیزا نیست، میوه فروشی و چیزا پیش است. میوه خشک خوب برآمده دوستان، برآمده میگم میوه خشک آوردن دو یک خوب دوستان عزیز. سال به اتمام میرسه، سال جدید میشه، مردم میان دیگه وسایل جدید میخرن به خانه خود، پاککاری و از این چیزا میکنن که بیربار میکنه خود لیسه مریم. و یکی هم دیگه که نزدیک عید است و مردم به خاطر که کلچه و لباس میان و این علت دوم است لیسه مریم بیربار میشه، اما امروز بیربار نداره. برای دیگه باز در روزهای آینده میبینیم دوستان عزیز، روزهای آینده باز بخیر انشالله. باز هم وعده میتونم براتون که میاییم و لیسه مریم دیدن میداشته باشیم. میریم دوستان عزیز، از این سرک میریم چون که طرف بیربارش زیاد است دیگه، خراب میکنه از ویدیوی ما را. باز انشالله دوباره دور میخوریم یا بیاریم از پدره باز این طرف بریم طلا فروشی ها رو ببینین. یوتیوبران ایرانی وقتی که افغانستان میین از کشورها به امنیت از این مغازه ها و طلاها حیران میمونن و میگن که شاتوی همه طلا وجود داره در ویترین ها و کسی دزدی نمیکنه و چطور امنیت دارن و چقدر زیاد هستن. اینجا دوستان عزیز اینجا بود فکر کنم یک دکانه که برقی فروشی بود در سابق. باز از اینجا می اومدیم از گیمای سیگا میخریدیم یا گیمای ماریو. شاید دوستایی که یک ذره یک در کابل سپری کرده باشن دوران طفولیتشون دیگه بشناسن گیم سیگا و ماریو و گیمای پلیستیشن 1 یا چی هستن. هیچ یک دکانه کش بود داد همیشه میداشت دوستان عزیز. باز ما پولای مکتب خود جمع میکنیم روزانه که میگرفتیم، باز میمانیم از یک گیم سیگا میخریدیم یا ماریو. قن وقتا دیگه کیف میکرد. ارزش پلیستیشن 5 امروزه را داره دوستان عزیز و گیما دیگه. هر چیز یک دوران خود داره، دورانش گذشت دوستان عزیز و هر چقدر که آدم بزرگتر میشه و همونقدر به علاقه تر میشه به این موارد سرگرمی و چیزا. فقط میخواد یک آرامش داشته باشه بس تمام. دوستان از لباس فروشی ها رو در تصویر میبینین
یعنی خالم گل خرید. این طرف هم این دوستا بیر بار دیگه میبینین. خوب دوستان عزیز پایین شدیم دیگه. هفته آمد بعد رقم گرم شد. بریم اون طرف سرک پس از میوه خشک و چیزا دیدن بکنیم. طرف طلا فروشی هم قدر تو طرفش لیلامی فروشی ها میشه. بیر بارش هم زیاد میشه دیگه. نسبت به لیلامی فروشی دوستان عزیز نسبت به طلا فروشی ها و میوه فروشی بیر بار زیاد داره. با هر صورتش دوستان عزیز نزدیک میشیم به اوج بازار لیسی مریم یا مو جایش که دیگه بیر بار بسیار زیاد داره. نزدیک فیصل، فروشگاه فیصل. این هم میوه خوش دوستان عزیز آمده. یک بار زیاد از دوستان عزیز خانم ها زیاد هستن. میاییم این طرف میاییم دوباره گم شما را تیر از او بیر بار که ویدیو درست نبیه. این از این طرف میبینیم کم کم دیگه لیسی مریم دوستا. این دیگه ببینید خودتون در تصویر جایی که باز فرصت بود باز میریم به پیاده روان بیر بار از دوستان عزیز هم ویدیو درست نمیه باز. اینم دوستان عزیز رستوران برگ است. برگ کانتیننتال یا رستوران برگ کانتیننتال فکر کنم دیگه جایی است. اینم دریوری هایش از دیگه. طرف میوه خشک فروشی را میبینین دوستان عزیز که یک میوه خشک جور کرده. چقدر متنوع و چقدر زیبا. هفته هم در ساختمان بالا زوسو میزنه و انعکاس میکنه دیگه دوستان عزیز. خوب دوستان عزیز بیر بار متاسفانه زیاد است و اینجا اوج بیر بار لیسی مریم همینجا میگشته. این دوباره دوستان عزیز پیاده رو اما بیر بار متاسفانه بازم زیاد است و چیز دیدن نمیشه و قدر. اونو والا از دوستان عزیز پیش بریم این چیز دیدن نمیشه اون بهتر است که بیرو برایم. خوب دوستان عزیز امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین یا ما را از حمایتتان فراموش نکنین. تا دیدار بعدی و ویدیو بعدی شما رو به الله متعال میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان. Gracias.